توی این سناریو میخوایم اجازه بدیم که به صورت ریموت بشه به iOS وصل شد، با یه یوزر غیر ویندوزی یه وبسایت خاص رو منیج کرد که از فیچرهای جدید ویندوز 2008 و iOS 7. استپ اول اینه که روی SVR1 که iOS نصبه اجازه ریموت منیجمنت رو بدیم. توی iOS روی خود سرور کلیک میکنیم، میبینیم که الان یه دیفالت وبسایت داریم. قدم اول اسم این وبسایت رو میخوایم عوض کنیم، بذاریم مثلا کنتوزو وبسایت یا سلز وبسایت. توی قسمت کانفیگوریشن ادیتور، توی قسمت اپلیکیشن هاست، توی قسمت سایت لیست سایت ها رو میتونیم ببینیم. توی قسمت نیم اگه کلیک کنیم میتونیم نیمش رو عوض کنیم و نیم جدید بذاریم، مثلا سلز وبسایت. خب میبینیم که اسم وبسایت عوض شد، دیفالت وبسایت شد سلز وبسایت. اگه ریفرش بکنیم مشخصه. قدم بعدی روی سرور میستیم و روی منیجمنت سرویس اینیبل میکنیم منیجمنت سرویس رو که ریموت بشه کانکشن زد بهش. پورت دیفالتش 8172 هستش و دیفالت از ویندوز کرننشیال استفاده میکنه. ما عوضش میکنیم، میگیم که هم کرننشیال iOS قبول کن هم ویندوزی از پورت 8172. میشه پورت رو عوض کرد. میشه نسبت به آی پی خاصی هم ریستریکتش کرد. ما فعلا این کانفیگو اپلای میکنیم و اینو استارت میکنیم سرویسشو. روی فایروال که iOS نصبه هم اجازه میدیم که این پورت TCP 8172 بشه بهش متصل شد. واسه تمام پروفایل ها یه اسمی هم واسهش انتخاب میکنیم. قدم بعدی اینه که توی iOS منیجر یوزر یه یوزر جدید بسازیم. یه یوزر جدید درست میکنیم که ربطی به یوزرهای ویندوزی نداشته باشه، مثلا سلز ادمین. یه پسوردی هم واسش میذاریم. خب میخوایم اجازه بدیم که این یوزر دلیگیت کنیم. در حقیقت این یوزر توی iOS منیجر پرمیژن بتونه وصل بشه به این سایت. میتونیم ویندوز اکانت انتخاب کنیم، میتونیم iOS یوزر انتخاب کنیم، یوزر سلز ادمین انتخاب میکنیم. قدم بعدی روی یه سرور دیگه کافیه که ریموت منیجمنت تول iOS رو نصب بکنیم، روش اد رول میزنیم، وب سرویس رو انتخاب میکنیم. واسه اینکه اینجا قرار نیست وب سرور نصب بشه کلیه این چک مارک ها رو کلیر میکنیم و فقط منیجمنت کنسولش رو اجازه میدیم که نصب بشه. خب بعد از نصب ما کنسول iOS رو داریم که میتونیم به یه سرور دیگه، به یه وبسایت دیگه یا یه اپلیکیشن پول دیگه متصل بشیم. طبیعیه که این یوزری که ما ساختیم اجازه نداره که به یه وب سرور وصل بشه. ما الان میبینیم سرور، سایت و اپلیکیشن. الان سرور رو انتخاب میکنیم روی همون پورتی که خواستیم، ولی طبیعتا یوزر اجازه نداره وصل بشه. با یوزر سلز ادمین
چون ارتباط از طریق SSL انجام میشه سرتیفیکیت ارسال شده، میتونیم به سرتیفیکیت تراست نکنیم. حتی الان این یوزر آترایز نیست واسه اینکه بتونه به وب سرور وصل بشه. و اگه ایونت ویور SVR 1 رو ببینیم، ایونت آیدی یادداشت شده که فقط ویندوز اکانت یوزرها حق دارن که به سرور وصل بشن به صورت ریموت. بقیه یوزرها فقط باید به وبسایت وصل بشن یا به اپلیکیشن پول. ارور 1104 که میبینیم گویا همین مطلبه. دقت کنین که در حقیقت ما داریم از طریق همین WMSVC وصل میشیم. وقتی که داریم با یه یوزر دیگه متصل میشیم، سرویسی که داره میاد سراغ ویندوز همین WMSVC هستش که جزو نتورک سرویساش. ما الان کانکت تو سایت رو انتخاب میکنیم و روی همون سایتی که پرمیشن داده بودیم این یوزر الان میتونه وصل بشه به شرطی که اسمو مشخص کنه. روی پورت 8172 اسم وبسایت هم سلز وبسایت بود. خب همونجوری که میبینی الان تونه سلز وبسایت رو باز کنه و تنظیمات رو انجام بده. واسه مثال مثلا توی اتنتیکیشن اگه بریم روی بیسیک اتنتیکیشن میبینین که این قسمت لاک شده. اگه بالا رو بخونین این فیچر لاک شده توسط کانفیگوریشن فایل بالاتر لاک شده که این یه مدل دلیگیشنه. ما الان میتونیم آنلاک کنیم که اجازه بدیم یه لول پایینتر بتونه اینو تغییر بده. اگه روی خود سرور بریم این قسمت قابل اینیبل کردن هست توسط خود سرور ادمین. ما میریم روی خود سرور توی قسمت کانفیگوریشن ادیتور و تنظیمات مربوط به این قسمت رو که توی اپلیکیشن هاست قسمت سایتس، قسمت وب سرور مربوط به سکیوریتی، مثلا قسمت مربوط به آثنتیکیشن، بیسیک آثنتیکیشن، این قسمت همونجوری که میبینین لاک هستش. ما اینو آنلاک اگه بکنیم یعنی اینکه یه لول پایینتر توی وب کانفیگ قابل تغییر. خب اینو آنلاک میکنیم. اگه بریم اینجا الان این میتونه اینیبلش کنه، ولی یه نکته ای که هست اینه که اگه اینیبل بکنه باید یه فایل وب کانفیگی تولید بشه توی مسیری که این وبسایت فایلاش قرار داره و از اونجایی که الان این سرویسی که ما باش وصل هستیم نمیتونه اون فایل رو تولید کنه یا تغییر بده، ما این ارور رو میگیریم. قدم بعدی اینه که ما پرمیشن بدیم روی اون مسیری که فایلای این وبسایت هستش به WMSVC که بتونه اون فایل web.config رو درست بکنه که این تغییرات رو اعمال بکنه. دیفالت آینت پاپ اون وبسایت که ما درست کردیم اینجاست مسیرش. میبینین وب کانفیگ الان اینجا وجود نداره. ما توی تنظیمات سکیوریتی www روت میریم، تب سکیوریتی میخوایم اجازه بدیم که نتورک سرویس WMSVC روی این فولدر پرمیشن داشته باشه که بتونه تغییر بده. WMSVC انتخاب میکنیم، بهش مودیفای میدیم که حق داشته باشه اینجا فولدر فایل کرییت کنه. خب الان من اگه بیسیک اتنتیکیشن رو اینجا اینیبل کنم در حقیقت یه فایل web.config درست کرده اونجا توی اون فولدر. میبینین که الان انیبل شد بیسیک اتنتیکیشن. میام اینجا توی www روت اگه برم فایل web.config درست شده که تنظیمات الان اینجا داره اوورراید میشه روی مسیر بالاتر
که همون اپلیکیشن هاست کانفیگه. حالا فرض کنید میخوایم یه کار دیگه بکنیم، میخوایم مدل فیچر دلیگیشن رو هم ببینیم. ما میایم به دایجست اتنتیکیشن رو هم آنلاک میکنیم که اجازه بدیم از قسمت‌های پایین‌تر مثل web.config بتونن اینو تغییرش بدن. من الان دایجست اتنتیکیشن رو آنلاک کردم. خب اینم مثل همون قابل تغییره. الان توی دایجست اتنتیکیشن میتونه ادمین این وبسایت اینو اینیبل یا دیسیبل بکنه. میبینید الان توی حالت دیسیبل. ولی ما میایم یا مدل دیگه دلیگیشن اینه که بیایم از فیچر دلیگیشن استفاده کنیم، یه سرور لول. روی هر کدوم از اینا که رایت کلیک کنیم میتونیم تغییر بدیم. مثلا اتنتیکیشن دایجست رو از حالت رید و رایت میکنه توی حالت نو دلیگیت، که یعنی اینکه اجازه نداشته باشه که دلیگیت بشه به سمت پایین. حالا اگه اون یوزر بیاد اینجا ببینه توی تنظیمات اتنتیکیشن میبینه استاتس آن ناونه، یعنی حتی رید آنلی هم نیست، حق تغییر هم نداره. دلیگیشن توی این لول انجام نشد. پس دو مدل ما تونستیم دلیگیت کنیم، یکی مدل با آنلاک کردن و لاک کردن میتونیم جلوی دلیگیت شدنش رو بگیریم، اجازه تغییر ندیم. یکی اینم که از طریق فیچر دلیگیشن ما میتونیم بگیم چه فیچرهایی اصلا اجازه دارن که دلیگیت بشن و چه فیچرهایی اجازه ندارن که دلیگیت بشن.